سلام. راستش مدت‌ها بود دلم نمیخواست ادامه بدم و تردید همیشه جلوی پام بود، ولی امروز با خودم گفتم تمومش کن، فقط شروع بکن. اولین روز بخش کلینیکی کودکان بودش، ترم 9 دندانپزشکی، و بعد از ماها تمرین روی مدل‌ها بالاخره رسیدیم به دنیای واقعی بچه‌ها. جایی که قرار بود یاد بگیریم چطور یک کوچولو رو مدیریت بکنیم تا بشه کار انجام داد. حس عجیبی داشتم، ترکیبی از استرس و یه هیجان شیرین. به یکی از دانشجوها گفتم میخوای دستیارت باشم و همون لحظه فهمیدم اینجا فقط تکنیک نیست که باید بلد باشی آرومشون بکنی و جوری حرف بزنی که اعتماد کنن و جوری هدایتشون کنی که همکاری بکنن. اما اولین بیمارمون یه پسر کوچولو بودش که تا ابزارا رو دید اشکش سرازیر شد و عقب رفت، اصلا نذاش کاری انجام بده. آخرش هم فرار کرد و مستقیم رفتش بخش تخصصی، چون بچه‌ای که نمیشه کنترل کرد باید برن بخش تخصصی و بماند چه ادعایی در آورد و چه فرمانهایی که صادر نمیکرد. درس امروز دندانپزشکی کودکان یعنی صبر، دل و آمادگی برای هر اتفاق غیرمنتظره.